یک دو سه. سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من به همراه علیرضای عزیز و نازنازی. خوش اومدید. مرسی. بچه این اولین ویدیوی هات کاف منه. هات کاف هنوز چون به اسمش عادت ندارم، به خاطر همین یه جوریه، ولی همونطور که گفتم این اولین ویدیویی از ما هستش که قراره تو مایه های پادکست، اما نه پادکست کلیشه‌ای بخواد باشه، مثلا قراره که از حالا درد و دلای بقیه، از تجربیاتمون، از قصه زندگیمون، از خیلی چیزایی که تو روزمره اتفاق میفته بیایم با علیرضا هر موضوع خاصی که ترند این روزا حتی باشه، یا هر موضوعی که بچه ها بخوان. آره دقیقاً، تو کامنت حالا بنویسید. بیایم با هم دیگه من و علیرضا صحبت کنیم هفته یه بار و من اینجا میگم که در واقع اجباری باشه برای خودم که بخوام آن تایم باشم و به قولی که میدم به شما عمل کنم. هر چهارشنبه با علیرضا یه هات کاپ داریم. اینم از هات کاپ ما که خیلی فکر میکنم بزرگه. خب بچه دلیل این ویدیو چیه؟ دیدم این روزا برنامه ریالیتی شوی عشق ابدی خیلی تو یوتیوب سر و صدا به پا کرده و اولین در واقع برنامه این سبکیه که ایرانیه و توی ترکیه داره برگزار میشه. مجریش خانم پرستو صالحی هستش و دیدم خیلی سر و صدا به پا کرده. من و علیرضا هم هر شب نگاه میکنیم خودمون و اولش که داشتیم نگاه میکردیم، یعنی اولش که تیزرها رو دیدیم یه جوری بودیم که مثلا نه این چیه، چرت، خوب نیست و مثلا چیز به درد نخوری و اینا. بعد گفتیم بیا ببینیم چی هست، شاید مثلا خوشمون اومد. که نگاه کردیم واقعا خوشمون اومد، اما خیلی باگ ها و خیلی کم و کاستی ها داره. البته بودم سلیقه‌ایه دیگه، شاید یکی واقعا خوشش نیاد. آره سلیقه‌ایه، ولی همچین داستانی مثل عشق ابدی که حالا دخترها و پسرها میان توی این برنامه و عشق واقعیشون رو به ظاهر یا حالا واقعا این اتفاق هست نمیدونیم ما پیدا میکنن واسه خیلی از کشورها، آمریکا، انگلیس، پرتغال، اسپانیا، واسه خیلی از کشورها این برنامه ساخته میشه و خیلی ساله که بهش حالا لاو آیلند میگن. من حالا اسم اینو میدونم ولی خودم از قبل علیرضا همچین برنامه‌ای هیچ وقت نگاه نکردم، ولی شنیده بودم که خوبه. توی اینستاگرام دیده بودیم تقریبا. آره توی اکسپلور ماشاءالله همه چیز میاد. برای همین امروز از علیرضا دعوت کردم که بیاد که ما هم نظرمون رو بگیم، چون اینستاگرام و یوتیوب رو باز میکنی همه دارن نظر خودشون راجع به این برنامه میگن و چرا ما نگیم؟ اوکی ما هم گفتیم بیایم بشیم هم با شما درد و دل کنیم و حرف بزنیم، همین که نظرمون رو بگیم و شما هم بیاید توی کامنت ها بگید که آیا با ما موافقید یا مخالفید، اصلا نظرتون راجع به این برنامه و این داستان چیه. خب شروع کنیم علیرضا. من یه ذره بشم این وقتا، چون اولین بار ستاپش کردیم اینجا رو، به خاطر همین راحت باش، شاید یه ذره نقص اینا داشته باشه. خب اولین چیزی که میخوام ازت بپرسم اینه که اصلا نظرت راجع به عشق ابدی چیه و به نظرت آیا میتونه تاثیر منفی توی جوونای مثلا ایران یا مثلا تو جامعه داشته باشه یا نه؟ قبل از هر چیزی باید بگم که خب من لولم خیلی بالاست. اگه باور نداری زنگ بزن مامانم بپرسی. بگذاریم. ببین خیلی توی اینستاگرام و اینور اونور یه گاردی اومد به سمتش که اینا دارن جامعه رو خراب میکنن با این برنامه ها و از اینجور حرفا، ولی به نظر من اینجوری نیست. چرا؟ چون الان بولد شده، چون عملا دارن اینو نشون میدن، وگرنه تو زندگی روزمره‌مون همچین چیزایی رو داریم. دقیقاً. یعنی چه تو دانشگاهامون باشه، چه تو خیابونا، یا هر چیز دیگه، تو جوانای امروزی یا همه، حتی پیرا. تو این قصه آخرش هم که دیگه آقای 41 ساله اومد هست. همه 41 سال که دیگه پیر نیست. نه بحث پیری نیست، بحث اینه که سن و سال نمیشناسه. توی هر رده سنی این موضوع هست و به نظر من چون علنا به چشم نمیبینیم
برامون زیاد بولد نیست و الان یه گاردی به سمتش گرفتیم، ولی خب واقعیته. به نظر سوال دوم این بود که تاثیر منفی میتونه توی جامعه داشته باشه دیدن همچین ویدیوها و ریالیتی شوهایی؟ نه، به نظر من تاثیر منفی نمیتونه داشته باشه، چون ماشاءالله هزار ماشاءالله الان دهه‌های جدید که الان خودشون دایناسورایی هن و با یه دیدگاه‌های دیگه و خب چه تاثیر منفی میخواد داشته باشه؟ به نظر تو داره؟ به نظر من نداره، ولی خب توی اینستاگرام همونطوری که تو گفتی یه سری از این پیجایی که مثلا محجبه هستن، حالا نمیگم لزوما شخص خاصی رو اسم نمیارم، ولی بیشتر کسایی با افکار بسته اومدن گفتن که این چه برنامه‌ایه، تو داری مثلا ترویج فحشا میکنی یا اینکه اتفاقا یه چیزی بهت بگم، ببخشید وسط حرفت، من یکی از این نمیدونم واینرها بود، اینستاگرام بود یا یوتیوب، معروف بود پسره، همیشه میدیدم، اون اومد گفتش که شما دارید این کارو میکنید، ولی نه اینجوری نیستش. و میدونی بیشتر سر چی بود؟ سر اینکه کانسپت این برنامه اینطوریه که اوکی 5 تا دختر وارد میشن، بعد 5 تا پسر رو هر کدوم انتخاب کنن و در طول این برنامه تا زمانی که حالا مثلا این عشق ابدی خب 100 قسمته، خب تا حالا یک درجه ای از این قسمت ها که برسه، توی هر مثلا 1-2 روز یه دختر جدید میاد وارد میشه، یه پسر جدید وارد میشه، چون ممکنه اون افرادی که با هم از همون اول کاپل شدن با هم نتونن ادامه بدن، با هم سر سازگاری نداشته باشه، اصلا نخوان دیگه ریخته هم ببینه و دختر و پسر جدید وارد میشه که کسی مثلا سینگل نمونه. خب و خب توی این وسط مثلا دختری مثل نگار، این یه شخصیتیه که از روز اول خب نیومد انتخاب نکرد و انقدر صبر کرد تا تمام پسرا بیان و تهمونده بار بهش رسید. تهمونده بار اتفاقا مثلا سیاوش خیلی پسر خوبیه و حالا به هم تایپشون نمیخوره به هر دلیلی، اما دوباره یک شخص جدیدی اومد به اسم فرشاد، رفت با فرشاد. دوباره الان این آقای پژمان اومده رفته با آقای پژمان و یه شخصیت کاملا نمیخوام الان وارد شخصیت ها بشم. شخصیت ها رو جدا در موردش صحبت بکنیم و خب اگه ویدیوهای کاملش هم بخواید خلاصه همینو تو یکی چنلمون گذاشتیم، تو چنل آلپو خلاصه 1 تا 5 قسمت این برنامه رو ما گذاشتیم. در کل که البته هنوز نذاشتیم، جمعه میذاریم. آره جمعه میذاریم، چون این ویدیو رو شما فردا میبینید. خب راجع به این بود که تاثیر منفی میذاره. آره میخواستم بگم که نه تاثیر منفی نمیذاره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انقدر تو جامعه ما الان خیلی همه چی افتضاح شده و انقدر همه اون اوپن مایند شدن و عادی سازی شده که اصلا این چیزایی که الان داره توی این برنامه اتفاق میفته، اینکه دخترها میخوان زیرابی برن یا نمیدونن پسرا بخوان زیرابی برن یا بخوان سیاست به خرج بدن یا هر چیز دیگه، این واقعیت زندگی و داستان دختر و پسرای الانه. یعنی توی اکیپ توی ایران که شما بری دختر و پسر که با هم کانکت خیلی راحت، این با این مثلا دوسته میبینی با این نمیخوره باهاشم رابطه هم داره، اینجوری میخواد بگه دیگه پونه. هممون توی زندگیمون یه دوستی مثل نگار داشتیم، دختر پسر هم نداره، همه داشتیم. داشتم میگفتم که آره وقتی که این با اون اوکی نباشه میره با یکی دیگه از همون دوستاش اوکی میشه و خیلی عادی شده. و با اینکه ما خودمون ایرانی هستیم و الان 7-8 ساله که مثلا خارج از ایران داریم زندگی میکنیم، برای من این چیزا هیچ وقت عادی نمیشه، اصلا پذیرای این رفتار و اتفاقات نیستم. آره الان حالا ما میگیم مثلا تاثیر منفی نمیذاره، ولی خب خودمون به شخصه این رفتار رو قبول نداریم. آره ما قبول هضمش بکنیم. ولی خب این برنامه کانسپتش اینجوریه، مدلش اینجوریه و رابطه‌ای هم بینشون نیست. ببین اگه وقتی مثلا با این پسر هست مثلا در 20 دقیقه یک روز اصلا میره صحبت میکنه، چون اونجا تو نمیتونی رابطه فیزیکی داشته باشی. برنامه ایرانیش اینجوریه. خیلی چیزاشو از این برنامه رو خب برنامه خارجی برداشتن دیگه، خیلی چیزاشو حذف کردن. حالا من شنیده بودم که توی برنامه خارجیش تو روز اول دختر و پسر میرن توی یه دونه تخت میخوابن یا تو استخر با هم میرن، کنار ساحل با هم میرن، خیلی بازی اصلا خیلی چیزاش خیلی راحت همدیگه رو میبوسن. آره. خیلی چالنجای باحالی انجام میدن و خب طبق قوانین جمهوری اسلامی. خب حالا الان اتفاقا نوبت رسیده به شخصیت های این سریال که ازت بپرسم که آیا
از کسی توی این مثلا ریالیتی شو بدت میاد یا از کسی خوشت میاد، یا اگه بدت میاد چرا بدت میاد؟ نمیدونم. شخصیت ها رو آنالیز کنی. بعد اومدن که 100% از بین 10 نفر آدم همیشه با یه نفر خیلی ارتباط خوب میتونی برقرار کنی، با یه نفر نمیتونی برقرار کنی. بیشترین کسی که واقعا نمیتونم باشه ارتباط برقرار بکنم، اگه از بین پسرا بگم علیه، یه علی نامی علی. دومین کسی که میخوام بگم از بین دخترها نگاره. حالا بدتر از این هم دارن، میتونی لول بندیش بکنی، ولی برای من این 2 نفر از همه تاکسیک ترن. چرا؟ چون مثلا علی شخصیت خیلی شخصیت منمی داره. آره. و نمیذاره کسی صحبت بکنه، به همه بی احترامی میکنه. کسی که داره نمیاد بگه آقا من اینو دارم، من اینو دارم، من اینو دارم، من اینقدر این کار کردم، من اینقدر این کار کردم، و اون این شخصیت رو نداره. و کلا هم تو آشپزخونه است در حال غذا درست کردن، انگار فقط اومده اونجا که بخوره. آره کلا علی وقتی حرف میزنه حرفاش بی سر و ته و کلا هیچ معنی و مفهومی نداره، میدونی؟ همش میخواد یه جوری مثلا توی جوا توی صحبت خودش رو وارد کنه. آره کاملا مشخصه که یه سری دلم ته دلم براش میسوزه واقعا، خب ولی اصلا ازش خوشم نمیاد، به خاطر اینکه کاملا مشخصه که یه آدمیه که محبت خانواده ندیده، آدمیه که کلا خیلی کمبودها تو زندگیش داشته و داره که اینجوری رفتار میکنه. هم این آدم هم نگار هم همین. نگار توی تمام قسمت ها فقط یک جوری داره نشون میده که میخواد بگه من بهترینم، هیچکی نگار نمیشه، من باید به هم یک مرد توجه کنه، تو باید این کار. و به قول مثلا شاهین، نگار برده میخواد. واقعا نگار دنبال مرد نیست، دنبال برده است. یکی که بهش بگه چشم بله قربان، اگه بگی الان برات بمیره برات بمیره. میدونی چی میگم؟ یعنی فقط یکی باشه که اون بهش دستور بده و همه هم تو چنگ خودش بگیره و دروغگویی. یعنی میدونی قشنگ بهش میگن ناخون به ناخون، حالا ما میگیم ناخون به ناخون میکنه. میدونی؟ خب حالا با کیا حال میکنی توی این ویدیو؟ من کلا از همون روز اول، الان بگم اکثر آدما مثلا این حرفو میزنن. خب از همون شخصیت تصویری که دیدم از شاهین، من واقعا ارتباط برقرار کردم باش. خیلی به نظرم پسر خوبی می اومد و خب به نظرم نزدیکترین کسی که بهش حس خوب دارم همونه. دخترها چی؟ دخترم تناز به نظرم از همشون، حالا اونم سیاست‌های خودشو داره ها، اونم بالاخره یه جاهای تیکه و اینجور چیزا میاد، ولی باز از بقیه دخترها به نظرم بهتره. حالا همشون خوبن بچه‌ها، البته این یه دیدگاه از نظر من بود. منم کلا از همون اول که وارد شده بودن امیر حسین رو با شاهین احساس کردم که خب خیلی اوکی‌ان و مثلا چجوری بهت بگم بچه‌های خوبی‌ان. بعد سیاوش و میلادم دیدم نه ببین پسرا به جز علی واقعا پسرای خوبی‌ان، پسرای سالم و صاف و صادق و این سبکی‌ان، میدونی؟ ولی دخترای وزده‌این. من امیر حسینم خوب بودم و تا وسطاش، یعنی 3-4 قسمت که رفت یه سری حرکات و یه سری رفتارا بی‌احترامی‌ها نسبت به سودا من اصلا نمیپذیرم. هر چقدر بخوای با یه خانوم شناخت برقرار بکنی، آشنا بشی، هیچ وقت حق نداری بهش مثلا دستور بدی که آینو بردا ببر، که من مثلا ببینم تو چه رفتاری نشون میدی بشناسم. من به شخص اینو قبول نمیکنم. میتونی از طریق دیگه شناخت پیدا کنی. اصلا استراتژی مناسبی نیست برای شناخت، به خاطر اینکه بیشتر تیر آدم به سنگ میخوره. بچه‌های دیگه هم سیاوش و میلاد، اونا هم واقعا پسرای خوبی هستن. اونا پسرای کم سن ولی در این حال پختن. میدونی از دخترایی که سنشون بالاتره توی این برنامه بیشتر میفهمن و بیشتر قشنگتر حرف میزنن. و من تناز رو دوست دارم. یکی از به نظر من رمزهای موفقیت تناز توی این برنامه اینه که درسته کم سنه اما خب خیلی با تجربه است، اما خودشه. میدونی نقش بازی نمیکنه.
اگه مثلا تو میگی جای تیکه میندازه با کنایه با کسی صحبت میکنه، همون لحظه خود تنازشه. یعنی تو دنیای واقعیت هم اگه کسی باش رفتار کنه همونجوری تیکه میندازه، همونجوری با پنبه سر میبره، میدونی؟ خودشو خراب نمیکنه ولی در این حال رو بازی میکنه. و به نظر من هم تناز و شاهین به نظر من هر دوشون افرادی هستن که خودشون هستن دقیقاً و دنبال این نیستن که بخوان واسه کسی داستان درست بکنن. سوال بعدی. خب میخواستم بدونم که اگه مجرد بودی، خب حاضر بودی که توی این برنامه شرکت کنی؟ یعنی چقدر احتمال داشت اگه مجرد بودی توی این برنامه شرکت میکردی؟ نمیدونم واقعا. یعنی چندین بار از خودم همین سوال کردم که اگه مثلا مجرد بودم توی این برنامه شرکت میکردم به نظر خودت یا نه. چون استانبول بود دیگه. تو من همچین روی ندارم، من روشو ندارم. واقعا دارم میگم من اصلا نمیتونم. یعنی یکی بهم، تو میدونی شخصیت من، یکی بهم حرف بزنه تو جواب تو جیبم ندارم همون لحظه بهش بدم، میام خونه خودخوری میکنم، میگم چرا من اینجوری بهش نگفتم. آره این برنامه برای کسایی که پررو، آدمی میخواد که پررو باشه. حالا نه پررو به زبان بدا، به لحن بدا. آخه پسرای این برنامه هم الان پررو نیستن. خب اگه دقت کنی دختراشون فقط تون بتون جواب همو میدن. آره پسرا اوکی ان، پسرا اصلا با هم اوکی ان. حالا به جز فرشاد و علی یکم. حالا تو اون قضیه وارد میشیم در مورد دختر پسر صحبت میکنیم، ولی به نظر من نه فکر نکنم، مگر اینکه میخواستم واقعا خودم رو معروف کنم به هر دلیلی. چون واقعا بچه‌هایی که برام فرقی نداره توی این برنامه اومدن الان تناز نزدیک 850-60 کا فالوور داره. اونم و سوال بعدی توضیح بدم به نظرت. خب من خودمون جواب ندادم که اگه منم مجرد بودم شرکت میکردم یا نه. منم نه، به خاطر اینکه منم خیلی آدم خجالتی هستم. یعنی اگه بخوام بگم من پونه مجرد بودم باید با پونه 7-8 سال پیش خودم مقایسه میکردم که اصلا چنین روی نداشتم که بخوام توی جلو دوربین و تو فضای سوشال مدیای این مدلی و نمیدونم چنین جاهایی باشم. سخته. آره یعنی یکیو میخواد که اعصاب فولادین داشته باشه. آره من به شخصه اعصاب ندارم. آره. من به پونه میگفتم قصتشو نگاه میکنم، گفتم به خدا من اگه اونجا بودم نفری یه چک زیر گوش همه میخوابوندم میومدم بیرون. میگفتم من دیگه کاری ندارم اینجا، واقعا مغزم نمیکشه اصلا. آره واقعا خیلی سخته. خب اگه تو این برنامه الان بودی، خب حالا فرض میکنیم بودی، چه دختری رو انتخاب میکردی؟ هیچ کدوم. نمیتونی بگی هیچ کدوم. آخه واقعا هیچ کدوم تایپ من نیستن. من از لحاظ شخصیتی کلا دختر پررو نمیپسندم. اوی پام دختر خب کلا دختر پررو نمیپسندم. آره من میشدم سیاوش که سینگل همش تا من برنامه بنزم بیرون. منم آخه واقعا هیچ کدوم از این پسرها تایپ من نیستن، واقعا نیستن، نه ظاهری نه شخصیتی. حالا اینو که داریم میگیم نه اینکه بچه‌ها بد باشن و کلا شخصیت من اونجوری نیستش که بتونه جور در بیاد. ماها آره متفاوت فکر میکنیم، متفاوت. مثلا انتظار عشقم پای منم خوابید و دفعه بعدی رو زمین نمیتونی بشینی. نه خوبه رو زمین، خوبه راحت باش. پام گیز گیز میکنه. خب پاتو جمع کن راحت باش. خب سوال بعدی که ازت دارم اینه که راجع به شخصیت هاشون آنالیز کنیم که چه جور افرادی هستن، چه جوری هستن، چه جوری نیستن، کدوماشون سمی هستن و به نظر تو آیا کسی این وسط هستش که اصلا به خاطر پول فقط اومده باشه اینجا؟ 100% که وجود چون جایزه این برنامه بچه $30,000. 100% که وجود داره. طبق گفته های خودشون، حالا ریلزایی که از توی اینستاگرام در میاد، حالا ما به خاطر ویدیوهای ریاکتی که میگیریم اینستاگرامون خیلی چیزای مختلفه چرت و پرتی میاد توش. خیلی ها میگن که الان تازه دیدید، جلوترش رو ندیدید، میبینید، میفهمید که چه آدمایی
اینجوری بودن ولی اینجوری نبودن، یعنی اینجوری بازی میکرد ولی اصلا شخصیتش این نبود. چه آدمایی که ما فکر میکردیم که چقدر سادن ولی اصلا ساده نبودن، از همه مثلا بیشتر بلد بودن، اصلا بازیش این بود. و چه آدمایی که به خاطر پول اومدن، به خاطر پول چیز کردن. 100% هست. ببین من میخوام اینجوری بگم، اصلا الان نمیخوام واقعا راجع به شخصیتشون حرف بزنم، ولی من اینجوری میگم 100% نصف این بچه‌ای که اینجان برای فالوور جمع کردن اومدن، چون که اومدن تو این برنامه حتی اگر برنده اون جایزه نشن اونقدی معروف میشن، چه با هیت چه بدون هیت، با دوست داشتن با فن داشتن معروف میشن که بتونن تبلیغ بگیرن، کارهای مدلینگ انجام بدن تو کارهای خودشون یا هر کار دیگه ای بخوان انجام بدن. چون خب الان میدونید 2 مدل معروف شدن دارید. یه مدل معروف شدن با هیت که اون نایی هم که هیت میگیرن بالاخره یه سریا هستن که با اخلاقای خودشونن دقیقاً و اونا رو میپسندن، دوست دارن و فنشون میشن. یه سریا هستن که از همون اول رو بازی میکنن و خب خیلی فنای زیادی دارن، محبوب ترن. همین الان هم مثلا یکیشون میاد 600k 800k فالوور میگیره، یکیشون مثلا تهش 20k میگیره. خب یعنی خیلی تغییر خاصی نمیکنه. الان بیشترین کسی که بیشترین فالوور رو در واقع گرفت توی این جمع تناز بوده. آره در کل که پس 100% به خاطر پول میان، با یه تیر 3 هدف زدنه. یا میایم اونجا برنده جایزه میشیم، خب عشقمون هم پیدا میکنیم، این خودش 2 تا. یا میایم اونجا برنده نشدیم اونقدی معروف میشیم که بتونیم پول در بیاریم بیشتر. آره دیگه، چون الان همه چیز سوشال مدیا و مجازی شده دیگه، یعنی واقعا فالوورشون بره بالا. ماشاءالله همشونم یا بلاگرن یا بازیگرن یا مدلن و کارشون یه جوریه که بازم دیده میشن، میدونی؟ باعث میشه که برندهای مختلف، افراد مختلف، کمپانیای مختلف اینا رو ببینن و براشون سود داره. یعنی اگه اون $30,000 رو نبرن پیجشون میره بالا، 100 تا از اون $30,000 رو در میارن. حالا یه سوال دیگه ای که این وسط پیش میاد و خیلی 100% بهش فکر میکنن، این که اینا توی این مثلا 1 ماه 40 روزی که اونجا میمونه آیا بهشون پولی داده میشه، چیزی بهشون پرداخت کمک میشه مثلا میکنن. چون بعد از زندگیشون 45 روز بزنن. آره. یعنی توی اون جزیره ای. دقیقاً. باید بگم که نه نمیشه. به خارجی‌ها میدن. به خارجی‌ها ولی میدن. به خاطر اینکه خب وقتی میای تو اون برنامه خودت عملاً معروف میشی، محبوب میشی. خب پس چیزی پرداخت نمیشه بهت و اینکه خب باهاشون هم قرارداد میبندن که اگه بخوان اسپویل بکنن جریمه میشن و دادگاهی میشن. آره دیگه، هر جای قوانین داره غالبا همینطور. ولی خب اینو که تو برنامه‌های خارجی بهشون کمک میکنن، یعنی مطمئنی؟ آره بهشون میدن. خب من نمیدونم، شاید هم دادم، من نمیدونم. ساپورتشون میکنن. یه جوری میگم من نمیدونم، انگار مثلا من در جریان بودم به من نگفتن. ولی چیز جالبیه، برنامه جالبیه، من خودم خوشم میاد. چون میدونی چیه، انقدر جدیدن، خب ما همونطور که میدونید تازه مهاجرت کردیم اینجا، انقدر دغدغه و مشکلات و یه سری چیزا خودمون تو زندگی داریم و این فیلمایی که مثل آبانم یک فیلم به شدت مزخرفی بود که اومدش شرط گذاشت سر زنش 1001 اتفاق و کثافتکاری، بعد وقت بیان به این میگن مثلا این بده. خب و اینقدر که این برنامه‌های سریال‌های ایرانی اعصاب خورد کن و گریه و زاری شده، من خوشحالم از این که دارم اینو نگاه میکنم. درسته که این برنامه میره رو مغزم ولی یه سری چیزا داره که چرت و پرت میگم میخنده آدم، خوشحال میشه. یا حتی این جوکری که مثلا ساختن سری آخر، جوکر خانوادگی، اینم خیلی قشنگه. آقا وقتی میشین مردم رو شاد کنید، خود چی این چرت و پرتا رو میسازید که سر و ته نداره؟ اون از جان سخت، اینم از آبان. به خاطر همین چند وقتی که من اصلا به علیرضا میگم واقعا من آبان رو دیگه تا آخر نگاه نکردم، یه جا دیگه ولش کردم. گفتم دیگه مغز من نمیکشه، دوست ندارم ناراحتی ببینم. دوست دارم آقا تو همون 1 ساعت 2 ساعتی که وقت میذارم که بخوام یه ویدیو یه فیلمی ببینم از اون فضا در بیام، یه چیزی باشه حالمو خوب کنه.
آره یه بدیه که مثلا این برنامه داره، تایمش خیلی زیاده. آره، مثلا 1 ساعت و نیم واقعا. هر یه دونشه و خب یه سری روزا واقعا هیچ اتفاقی نمیافته و الکی نه تهش یه صحنه جذاب داشته باشه، فقط الکی کشش میدن و 100 قسمت به نظر من خیلی زیاده و حوصله سربره. الان خیلی شاید فن داشته باشه ها، حالا نمیدونم شاید جلوتر بره خیلی جذابتر بشه، ولی الان اگر قرار باشه به همین روال پیش بره جذابیتش از دست میده، یک نواخت میشه و تمام ویوهاشون میریزه. بعد یه چیز دیگه هم هستش، خب چون کلا این فیلم برداری و کارگردانی و تهیه کننده همه ترک هستن، خب مثل اینکه ادیتورم ترکه. آره، خب موقعی که داره ادیت میکنه میاد یک جوری ادیت میکنه، یه سری صحنه که از وسط حرف یه موضوع دیگه به یه موضوع دیگه که ما اصلا نمیفهمیم چی به چی شده. چیز ادیتورش اصلا خوب نیست، واقعا خوب نیست. یعنی میتونست بهتر باشه. از لحاظ یه سری چیزای فنی بخوای حساب بکنی خیلی افتضاح. مثلا فیلم برداریشون افتضاحه. چرا؟ چون خیلی سکانس ها هستش که اصلا فیلم بردار رو تو میبینی تو تصویر و این اشتباهه. خیلی سکانس ها هستش که نور دوربینا با هم کنتراستش نمیخونه، اصلا جور در نمیاد. حالا یا باید دوربینا تو با هم تنظیم بکنی یا اینکه باید توی ادیت سعی کنی نزدیک هم درش بیاری و خب خیلی باگای اینجوری داره. حالا اونم خیلی ها میگن چون سری اولشه، سیزن 1شه، آره. به خاطر همینه شاید تو سیزن 2 بهتر بشه و بازی جذابتری باید بزنن. تعداد بازیایی که بین دختر پسر هم میزنن به نظر منم باید تعداد چالنج‌ها رو بیشتر کنن که بچه‌ها بیشتر هم دیگر بشناسن، بازیای فان انجام بدن. دقیقا. چیزایی که زن و مرد رو به چالش میکشونه که همدیگر رو واقعا بشناسن. ولی آره بازیاشون به نظر منم کمه. اون بازی‌ها باعث میشه بیننده بیشتر براش جذاب بشه، خوش بگذره، انگار مثلا اون داره این کارا رو انجام میده. سوال دیگه داری بپرسی از نه نداری؟ سوال تموم شده. سوال تموم شد. آره ولی در کل که برنامه جالبیه، حالا بریم ببینیم چیه. آره. نظر ما نظر اوکیه کلا، چون خودمونم داریم نگاه میکنیم، برخلاف این که یه عده میان میگن نه این چرت و پرتا چیه، این مزخرفات چیه، یه عده خوششون نمیاد، یه عده میبینن ولی میگن نه. و یه چیز دیگه هم میخواستم بهتون بگم، مثلا توی این برنامه خب من راجب ماهرخ میخواستم بگم نگفتم. مثلا یکی مثل ماهرخ که مثلا کل بدنش تتو یا پیرسینگ زیاد داره، در نگاه اول قیافش یک جوریه، یعنی غلط اندازه، تو فکر کنی از اون فرقاست و فلان، اصلا شاید هم باشه، میدونی فتنه ها بگو. آره از اون فتنه یا هر چیز دیگه، اصلا هر چی هم که باشه توی این برنامه حداقل نیست. و واقعا مثلا من دوست ندارم آدم‌ها مثلا همدیگه رو قضاوت میکنن. ما چیزی که توی این برنامه میبینیم میگیم، حالا شاید اینجوری که ما میگیم باشه، شاید برعکس این باشه، تو زندگی شخصی هر جوری باشه. میدونی مهم اینه که قشنگ حرف میزنه، درست رفتار میکنه، بچه نیست. میدونی چی میگم؟ آره داستان اینه. خلاصه این که خیلی خوب میشه که بچه‌های شما هم، دوستان شما هم، فالوورای شما هم بیان بنویسن که نظرشون چیه راجع به این و توضیح بدن دیگه. یادم رفت میخواستم بگم این ویدیو، این برنامه نمیدونم دیگه. دست شما در نکنه از اینکه تشریف آورد. علیرضا بچه‌ها خیلی خسته بود، بنده خدا از باشگاه اومد. دیگه نگفتم بچه‌ها منو با موهای جدید دارم. راست دیگه کچل کرده شده، کله کیوی، کله جای کیوی شده. کیوی بچه‌ها، کیوی. بچه‌ها مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. تا یه هات کاپ دیگه، خدا نگهدار. خدافظ. انرژی رفت کلا خوابی. نه بابا.